شخصی که تاریخ خلق خود گذشته اجداد Bu Xo'jayev Karimi rafsın. Ziyod Xo'jayev Karimi. Karanlık şunu davulbari bu da aslan. Bu da kerem. به بار خدای کریم بریم نهایت کاغذ کریم به نهایت مسپردم قای به خدا تو باز داریم به سلامت خداوند هر کی را طلبت مغفرت حاجات میمد از لیت بکران برآورده خیریات بیهوده Yok, hangi در برای که عجله بود. جانب کدوم میره این طرف ها؟ بله، قرنطینه هم خواجوی کرمی از این طرف است. اما دورتر یک چیزی نظر کرده است اینجا تقریبا 20 متر دورتر است. برادرها ما تصمیم گرفتیم که امروز این جانب رویم برای که اینجا به نهایت جای فراخ است. همه این جاها رو در یک روز طی کرده نمیشود. باور کنید اکنون شاید با خود ساکنان اینجا آسان باشد که برای که نوارگیری میرد برای که طبیعت نشانتی میرد همه جای رو در یک روز دو روز اسپید کردن بسیار خیلی است. امروز ما این جانب میرد نشان میدهیم دست داد خداوند امکانیت شد خداوند این طرف رو نشان میده. این زمان است سالهای هنرهای مردمی و رشد سیاحی شاید پیدا شوند شخصانی که در اینجا شرایط مهیا کنند برای سیاحان خارجی. بسیار جاها است که غیر طبیعی ساختگی است. این منظره رو ببینید و دیگر اگر با واسطه اسباب نواربرداری میشد که استشمال کرد همین باد و هوای تازه همین بوی مشام خوش حتما شما اینجا تشریف می آوردید. باور کنید.
چهار طرف دیه را کوههای آسمانبوس احاطه کردند. در کوههای دیه حیوانات وحشی پلنگ، خرس، گرگ، روباه، سیاهگوش، سغور، آهو، خوکی کوهی و پرندگان کبک، عقاب، مرغ هلال، کبوتر، زاغ، اکه، مینا، مسیچه، گنجشک، هدهد، بلبل، فراشترو و غیرها خیلی بسیارند. درختان ارچه، زرنگ، فرک، مشه، بادام، ارغای، دولانه، داغ، یخک به دیه حسن تراوت زن میکنند. زمین برای ریودی ها منبع اساسی درآمد است. از این سبب خانه های استخاماتی خیلی به هم زیر جایگیر هستند، چون که آنها کوشش میکنند از زمین که واسطه یگانه زندگیشان است ثمرناک استفاده برند. گذرهای دیه باغ نو، نوه، سفریان، آبیدیان، کوه بالا، توده می باشند که هر یک اینا باعث پیدایششان تاریخی خیلی زیادی موجود است. برای مثال موافق روایت ها گویا که آبیدیان از کولاب، سفریان از مشچاه هجرت کرده به دیهی ریوت آمدند. اهالی تهجایی ریوت را مادیگی ها میگن که امروز هم آنها وجود دارند. نامای مشهوری همین کوهجوی ها چی آمده؟ اسپینا؟ بسیار نامهای سغدی دیه حالی موجودند به مانند شاغنزه، پاغنزه، پیشکت، پوشکت، نشخیرته، اسپینا، وسرو و غیر و هاکذا موجودند که امروز هم نامهای سغدی خود را گم نکردند. بسیار رستنی ها، بسیار درختانی هستند که امروز هم با نامهای سغدی نام گرفته میشن. وغنیج، زیرک، فرک، روبا، زیره، اینها همه کلمه های سغدی می باشند که امروز هم معنای خود را گم نکردن و مردم از آنها فراوان استفاده میبرند. ریودی ها اینچنین باز با آن فرق میکنند که سال نو خود را خاصه جشن میگیرند، چون که سال نو ریودی ها از 12 مارت آغاز می‌یابد که گویا که موافق بعضی روایت ها در زمانی که داملا عبدالله ولی فعالیت داشتند سال نو را روز 12 مارت جشن میگیرند. 18 مارت را نیز همچون سال نو ولایت جشن میگیرند. از این معلوم میشه که ریودی ها خوشبخت خلقی هستند که سال نو را 3 مراتبه 12 مارت، 18 مارت، 21 مارت جشن میگیرند. اسپینا افتخار تمام ریودی ها می باشد. اسپینا زمین همواری می باشد که مساحت 700 گکتار را تشکیل می دهد. در اسپینا مزار خواجه ویس قرینه و هفتادران جایگیر است. اسپینا گرچند که آبی نباشد هم امروز ها قریب تمام درآمد خواجگی دیخانی بابا جان غفور و حسابی زمین های للمی اسپینا می باشد. اسپینا طبیعتی ناتکرار دارد. کس وقتی که به اسپینا رودگر تماما خود را دیگر خیلتر حس میکند، چون که اسپینا این افتخار، این ناموسی مردم ریوت به حساب می رود، چون که اساس درآمدی همین مردم از حساب خواجه و حساب اسپینا می بود. نوار یا در عکس ها خیلی هم خوردکک تا باید باور کنید یک دهشت چرخوه هست. شاید بالای این حالا انیق نباشد که چقدر است. بعد یک چیزی دیگر که همه خیلی باد و هوای فورم آمده ایستاده است، شاید در اکران نمایان باشد همون چرخوه آب. یک باد و هوای تازه باور کنید همه قدر مونده شده تا همینجا آمدن.
5 دقیقه دم گرفته تمام هلاکی برآمد. یک بار نگاه کنید طبیعت برای ما چی آفریده است. به عرض است که ما بیایم تماشا کنیم شرشره بمبخانه. باز ما امکانیت نداریم که در حقیقت همین آفریده طبیعت را با تمام جزئیاتش به نوار گیریم، برای که ما اسباب و انجام پوره نوارگیری نداریم. یک کامera داریم، یک فوتوآپارات، با اینها امکانیت کم است که ویو را برآمده در آنجا سیاه‌کاری کردن امکانیت ندارد. در این شاخ‌ها اگر آهو نگردد ما گشتن نمیتوانیم. ما با همراه معلم هر چند نظاره کرده استودیم یگان شاید یگان آهو بینیم که به شما نمایش دهیم. افسوس من نمیدونم سبب در چیز در اینجا آهو در حقیقت هست میگویند، اما ما واقعا نخورده استودیم. شاید ما تجربه نداریم و ما رو دیده گریخ من نمیدونم. در حقیقت طبیعتی بیشتاسا ما کیف کردیم. بلندی این تقریبا شاید از 100-200 متر زیاد باشد من نمیدونم. به حد بلند است. بعد در اینجا بسیار ماندنی ما خفناک هم هست. مسئولیت میدیم اگر آمدید بسیار نمونید. از بالا گرچنده خورد هست سنگ فرآمده ایستاده است. آب که سنگ هوا میتید سنگ آمده ایستاده است. تقر گرد و گوشه ما سنگ فرآمده ایستاده است. ما میدونید به یک خلاصه اومدیم همین خیلی که طبیعت خودش آفریده است. همین جایها رو بینید. در نظر آدم خودی کوه چپه شده نمیدونید این یکم چند صد سال پیش باشد، چند صد هزار سال پیش باشد. در نظر آدم کوه در نتیجه چپه شوی کوه هم بخیر سنگ‌های کلان و غوط‌های کلان به وجود آمده است. شاید همین بعض تماشابینانی که از این ما رو تماشا دارید شاید شما بعد از 200 سال ما همین نوار رو گرفتن تماشا دارید. حاضر سنه 25 می 2020 است. همین ماس همین سال دیروز نماز عید رمضان بود. از دیروز پیش یک ماه رمضان بود. سنه همین خیلی سنه است. شاید بعد از 100 ساله ها همین جایها باز یگان شکل و نمودی دیگر میگیرد. عین حال در همین سنه روز همین جاها همین خیلی منظره بود. سلامت باشید.
پیازی کوهی باشد از با معلم میریم چشیده میبینیم در اینجا یک چای میخوریم از خود خواهد اشکما رو سیر بکنیم باز راه دوام میدیم در آن اینجا برادران سیاه علف سوچ گفتگی علف هست که در هم بازارها میخرید میخورید آشی فروش میکنید سیاه علف روی دیگه انا جاش انا همین طبیعت هست باز یک پیاله چای دوام میرو اشتراک آبی تابراهای مجانی اشتراک توی همه خانی یک خواجه رفته بر لب جوی هر چی میشویی بشویی همین هم یک آب یک منبع استفاده داره آب یک معجزه خداوند یک چیزی که برای انسانیت چیزی از همه ضرور پاک داشتن آب یکی از واجبات ایمان است وقتی که در آب کردی الکی از تو یک انسانگری یک ایمانداری نمیداره هم همیشه که از طبیعت همین چیزها برای ما و شما شما بینید که بر بلندی از حد بر 3000 بلندتر پیاز روی دست که مثلا طبعش مزهش از پیازایی که ما و شما استفاده می‌کنیم ده‌ها مراتب بهتر است همه این مثل خداوند البته این طبیعت پیش آسای بینید که عجایب بود چی میشد که مثلا امروز موافقی مثلا دستوراتی کشور ملت پرزیدنت کشور محترم امام رحمت درباره روسیایی کارهای مردمی توریسم در کردستان یکی از افزایش یا در سطح بالا رفته شده چه بشه که ما و شما تحصیل کنیم که در همین طبیعت پیش آسای من مثلا شخصانی که در دولت‌های خارجی می‌بیان بر دیار ما و شما بیاین ما و شما این دیار معرفی کنیم برای خلق برای خدمت ما و شما یک صحنه خود را چیکار کنیم گذاریم یک مسئله دیگر همین که اگر اینجاها آمدنی شوید همراه خود حتما نان آب چای چیزی خوردنی گرفتی گوشتگی برادر عزیز یک چیز دیگر به نگفتن نماند در همین اقدام ما راست آمد همین روز زادروزی معلم مهربان استاد گرامی ملا ثمر است استاد مبارک شود زادروزتان خداوند عمری دراز دهد باور کنید من انتظار نبودم که در همین روز شما که ما خسته همینجا میبینید هر خیلی آدم این کارو نمیکند
ما از زمین تا آسمان شما می‌نت داریم. برای شما ما هزار رحمت. میnnatdorیم. مبارک ممنون. اگر کوکوتی گفتگی الان فهمیده باشد نه همین فهمیده اگر چی؟ کوکوتی موقع می اوه گفتم اگر کوکوتی گفتگی الان فهمیده باشد همین کوکوتش می نه راست نه کوکوتی نه کیف میکنه
قدامگاه خواجه وایس قرنیا اشاره شمی که همیشه چوب است اینجا که خدا است همین میبینند تو همون میره سرا نشانی همین زاویه پستانی کجا رو با میگن در فلان موضع فلان خیلی اشاره است فلان خیلی خدا است روی های نظر کرده بعضی از رنگ همین چوب با کوی اون طرف تا رفت خود میگن قریب 4 تا 5 تا همین چوبایی که موندی هستن که اینا قریب یک تاریخی قریب پیش این 100 ساله 200 ساله هم خیلی سوده است. البته زیارتگاه ما من از قریب نزدیک شدیم. همان قدمگاه خواجه وایس قرنی بعد از قریب 15 20 میلیون ان شاء الله میرسیم. اباد این ابارش ان شاء الله معلوم. برادرای عزیز ناگفته نماند که ما به خاطر که انا همینجا بیایم 3 سال شد عزم کردیم آرزو کردیم که میبینیم 1 سال باز ما نقشه کشیدیم که حتما باید رویم انا 1 ماه باز تیاری دیدیم انا 2 روز باز تحریزی کردیم ساعتی چند روندیم علیم؟ 6:30 بودن؟ 4 بیگاه برسیدیم 4 بیگاه رسیدیم ولی با 15 دقیقه دیگر است که ما اونجا رسیم انا همین راهی پرمشقت رو ما که طی کنیم به خاطر هم معرفی همین منظره های بزیب هم چقدر به شما نشان دادن یک گوشه دیار عزیزمان ما همه قدر نقشه کشیم همه قدر زحمت کشیم همه قدر راهی پرمشقت و پرعذاب رو طی کنیم بیایم همینجا رو نوار گیریم و شما اقلا یک کاری کوچکی که دستتون میبیاد یا پادپیسات نکنید یا اینکه لایک نمونید یا اینکه یک چیز در زیر همین ننویسید یا اینکه به ما امکانیت ندید که همین چیز دایره بسیاری آدم‌ها تماشا کنن ما فکر میکنم این بی‌رحمی این بی‌انصافی و باز یک گله چیز دیگر به همین خاطر عزم کنید ما رو دستگیری کنید ما خودخواه در آینده باز دیگر منظره‌های دیگر قشلاق‌ها رو به نوار گرفته پیشکش شما می‌گردونیم رفتیم اگر روید همینجا خیچته میدونه شورشه در توزه نده خیچه دم که با هم خود بین تمام نشه میشه این نه خیچه ده کادر رو میغازد چه خیلی گذاشته باش گذاشته نشه خیلی سخت بوده بگه خیلی نماسوی سر سخت بوده خیلی نماسوی سر نگیرم ها به همین حضرت اکو درونش یک در جوب دستاله درون یا نه اینجا اکو درون خب در موضع قرار داریم که در نزد غوره که قدمگاه خواجه وایس قرنی یکی از شخصانی که در روی اسلام خدمت کردن و نامی کس در جهان مشهور است و بعض روایت‌ها صحابه پیغمبر زمانی که کفار در سرزمین ما و شما حکمرانی میکرد خواجه وایس قرنی با آنها بسیار در گردودار بودن یعنی که با آنها مبارزه بردن و در همان کوه‌هایی که بعد از پشت سر ما هست از همونجا با آنها یعنی که پناه جسته به همین غار آمده چند مدت پنهان شده زندگی کرده و بعدا باز به همان جایی که بودن به همان موضعش رفتن. این غار یک غاری است که از ما در دهان غار قرار داره. اینجا یک میدان وسیع در پایان بعد از جایی که از این پایانتر باز دو تا غاری هست که
و چقدر؟ مساحتش کمتر است و با پایان میفرد. ما انشالله وقتی که پایین بریم با اوی از نوار گرفت به شما نشان میدیم. شکر زیاد. من شو فرام نگیردم راش میدونه. راش میدونه فرام نگیر. حالا من میفرام از فرام نگیرم شما چی میگید؟ دست بخواه دوره پایینگی زینه چا دوره گشته عزیز اینجا که پستی هست چکوری حرارت خنک است ما الکی خنک خورده شدیم دیده در اینجا یخ وجود دارد یخ بستگی پایون حرارت پست نمانی بله برای خنک در این بار خنک حرارت پست حرارت خنک اونجا احتیاط می اینجا شده است شما نمیدونم که مویا فریم اصلا بسیاری هم که یه بره فرمونه افران مفرید آخه همون جایی که پایانی که مفرید با اول پایین جا هست بینه با جا هست و بسیار وزن فرم داشته شرط نیم ما افراموزی شمسون بینه مالش مالش نوش نمک دیا هم هم میسفیده که نمک برینده نمک دست نمک مفروشم کی مفروشه؟ کی مفروشه؟ این خیلی نمک همین وقت خاله موندگی برای گوشت فرمودن ولی باید برین این پستی با کمش این پایان قریب 5-6 متر با همیشه راست فرمودگی هست همیشه یک 5-6 متر و کمتر جای پلشتگاه همواره میشه از این میستید با یک دیگر با هم خیلی با پایانتر میفره همیشه 2 زینه 3 زینه چقدر رفتگی هست باید تگش جای هموار است با شما این پیج همینجا درآمدگی بانی؟ بله ما یک دوست چندی مرد درآمده که اون خیلی نوار برداری کارگی نبودیم چون همینجا آمده میتونه میزبه شد از همینجا است نمیگی همین شما کامل گیره من فرم بینم که چی شما دو ماه ادراش کرد درست می نفرید جوی شما شرط داشت شما بفرم شما نفرم مدیکو شرط نیست چی تو بید کلش ولی سر نتید سر تید خب اینجایی که ببینه مشکل هم فرام دانه بله امروز حرارت کمتر خنک آب هم با اینجا تر یخ بست از دیوارا انا میخیل فرموله میگیره تا پایونا خوزه از جایی که دمو معلوم از این پایان با جو رفتگی دیم باز هم میخیل از این پایان با کمش قریب 5-6 متر با پایانتر میفره از این پایان میفره یک جای همواری میشه یک جای وسیع از این با هم غور یک گوشش با میفرد با یک جای وسیع میشه
Hozir ya bu hamıcı sen malum poynangi ve from poynangi zine. Mal kene from olsa Şunu vuruş ne ekran değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. خب نگاه کنید بعد کار روشنه کنم تلفن خیلی نوازی من روشنه جای روشنه دیم اکو اوزی انجا یک پلاشتکی کلام پایینیم با هموری ها؟ بله هموار از این پوینتر با یک نمیخه شکاری با میخه یک تقاری پوینتر با پوینتر میفرید معلوم جان همونجا انیخ که از همون حولی دانتون با حرارت خنوکتر شده ایستاده است ها؟ خنوک است بوار که عجایب در حویل حرارتی بینهایت کمتر سرد خنوک بعدا همی چی میتونه کمتر همی نمناکی آب کمتر بشه خب آب دارد برای همی از سبب که ما تجربه کمتر معلوم اونجا شاید فرامدن نتونیم همون چقوری پویننگه با همون تلفن نوار گرید و این وای میکنیم پیوست برادر عزیز این غار این چقوری را با طور گریزانتلی فکر نکنید به طور ورتیکلی قرار دارد برای اینکه تو بچه‌اش نبینید باور نمیکنید در نوار ساختن ممکن غاری که ورتیکلی رو گریزانتلی ساختن ممکن گریزانتلی رو ورتیکلی همون تو هم پلاشتکا یا بر گرید عمل مالی نه اما تاریک نگرتاست افشت جواب نگراست یه بام ایلاش هست که کامل پوی کنه حاضر ایخه میکنه یا بر شهرم تو پیش منه بید حاضر میفریم یا ایلاش میکنه افشت نشه حاضر معلوم جان تاریکی و کریسته شهرم تو پیش منه بیام تلفن رو کسیتم مونه شهرم جان احتیاط شوید کم در لای میشه ایج گمه دست نموشون نترسه انا این جمونک دست نمونه دست نترسه همینجور پاچه مونت فرید هسته هست کاملا گیرد میکنه دستان کدامش دوست ما همجور میفروم چون جای مامدن تو آسان کن احتیاط میشد اخون گفتن دا اینه که دهنتون لرزیده است نترسید هیچ گم نخود خود هیچ گم نیست این چه برای چه داشته فروم نمیتونید مالی؟ برای چی مونگی دارد برای بطلان باش فروم دیگه احتیاط باشه این چه مونمه همون سانگو شما احتیاط میمالی ما بسم الله الرحمن الرحیم شما این گرامی شما فروندا زدی؟ فروندا زدی؟ هم سنگ ای جانوه رفته باشن پیش هیچ گم نه یمو جانوه رفته تا برومونا میتونه تومی؟ سنشه وقتی که فروم دید برومدا آسان این زینه پاش نترسیدید فروندا واهمه داداست یمو چی نداره؟ так مام درست کنید کامره سردت من بالاتر برام نکسته یک برو همونجاش هم گریم یکی ها یا بسم الله الرحمن الرحیم آی به آی دستش قپیده برو ها دارم ایسته اصلا دیوان نزد وای نکن پوین دارید و خیست میتونید نه نیسته یا که من همین جای کلیتون برام دامان تیدو فرید من تیام اینجا فرام نه نیسته تا پرمازی این کشتگی هم؟ نه و گرفتوت ما نگرفتن ذره گرفتوت می؟ یا آی بیای این سیام کروستان هم هجا؟ کردم
خب اونجا یک سال دورتر سه همین سنگ ما تلتن فرو مایلار بسم الله الرحمن الرحیم چطور نبردوست می؟ نه همه جور که دهانی غور کرده تنگتر ده این برای همین عجیب بود غور کنید آها آها بسم الله الرحمن اویستا ها یا بسم الله هنین انا این من جوی گفتیم قدشت که هست اما قریب 8-10 متر فرام ده خیلی هست؟ همه خیلی هم باید داشته 8-10 متر فرام هست دیگه چه جایی پدشت که بینی چوبایی که تی خوب مونده این پیشتر چوبا نمایی بود چوبای کلان بود برای علو کردن خوب چی کردن همه چیز اینجا خوکستر هم بود از بولگی ده هزمونه باشد از دارین چکره که مثلا از 10 متر پایین این چوبای برسن چی کار میکنه همه خیلی قصفی اینا از من قصفی که اینا من چوب است من درون همین اتیک سنگ موندگی و اتیک سنگ موندگی برس قصف است درست دیگه خوک چی موندگی محکم شدگی درست اما یک چیز دیگر مهم باشن که خب حالا این پایانتر با چی هست با یک غور دیگه هست نفرین دیگه مالی وای نمیدونم فریم کمتر دهشت نیست همینجا نوار میکنیم میدونی عجیبه حال با چکره چقدری دیگه رفتگید وای این پایینگی این از اینم بالا بار که چی خب بیاد ما تا اون پایین پلتفرم نکی یگو ما فرم دادیم مالی یک بینام که میشه نمیشه احتیاط نده این سنگا اینجا سوس بود از با نشم نشون قدر از دا کلتون احتیاط میرم معلم چه که گفته علاب کردگی که من اینجا خوکستر بود من خوکستر بله خوکستر هم چطور هست میشه من خوکستر اخی در اینجا بگفتی شما خوکستر چیکار میکرد اگر خودش بکنید این پایینی با همه خیلی یک باور کرد که یک خودم اینه تا کجا رفتگی ها قریب یک 10 متر با پایینتر میشد میفرید باز گشتن پایینتر با یک پلشتگی کلام خیلی چرا بالا هست همین خیلی کم در اینجا دیدید برادری عزیز یک رسپون نوارگین فریم رسنه خیلی خلاص همین جایی که قدمگاه من این خواجه وایس قرنی جایی که اینجا آمده چند مدت زندگی کردگی با گفتی گذشتگاه من بابا کلون ما که بسیاری مردم پیش به همه زیارت می آمده زیارت کرد به همه چی می رفتم ما فکر میکنم استاد در اینجا آدمان حاضر زمان هیچ وقت فرامده آتش زده چای نمیخوردن همین خیلی است؟ بله یگان ضرورت نداشت که اینجا آمد بیان و مثلا اینجا آتش زدند و مثلا در زندگی من چی دیده من همین شهادت همین کرد که همین زمان همین شخصیت بر روایتی کار بابایوگشون همین زندگی کردگی نباشه از دورین این تگاهی همین چی موندگی هم چی من اینجا سیاهی های دودی هم هست من اینجا خود آشتان بریم خاکستر بر علاوه ما انیق مالیم اینجا با یک غارچی دیگر هم بوده است من خاکستر برادر عزیز اگر باور نکردید در اینجا آدم با در آمدن حراس میکنند ولی که در اینجا فرامده چای خوردن من خاکستر دیدید نشانه خاکستر نشانه که مثلا آتش زدگی جایی که همین آتش بوده زندگی کردگی البته برای معلومه دیگه من همین چیز خودش سوختگی شادی اومد که چوبی سوختگی اینو ما بیارم آورگیم سه موضوع فرام دادن نه همش در همینجا هست من اینجا هم یک تا آشتانی دیگر بود از مالی نه دیدید مالیون چی ببینم همش جای چی هست خاکستر اینا خاکستر چی هست میشه دیدید خاک اینجا از اونجا با کلی فرق میکنه برادر اینجا خشک اونجا خاکستر است خیلی خلاصی گپ نمیدونم توانستیم یا نتوانستیم به شما معلومات داده یا که نشان داده اگر درباره همین شخصی بزرگ یگان خیلی معلومات پوری بیشتر داشته باشید در کامنتاری ها نویسید برادرها از یکدیگر خبردار شوند اینجا شیفتی همینجا است بالا دستش ببینید چه خیلی دهشتناک ترسناک ما یک مرتبه در اومده ترسیده ایستاده ایم چه خیلی آدم‌ها در اینجا زندگی کردن آنها که تکیه فقط به خدا داشتن
همه خاص مالی چیکار میکنیم که بریم در بریم برای فوتیا میکنیم مال انشالله شو برای نکی کم کم دادرانه که من کامراش بدم میگیرم گرفتوس یه بار هوا هم تاگ بولید با اکسیمو کرد یا میگه که من چه ما پایین سودیم نمازی ما در پایان ایستاده از بالا دیدید تو بالا حالی این تماما بالای بالا این حالی بالای بالا نیست مالی بله این حالی این بالا ببریم حالی که انا برادر عزیز انا همه خیلی گپ و انا همه خیلی کار سال دوره نه داشته دکتر خبرم بابا بسم الله الرحمن الرحیم یا الله به عیب در نام نورم پروردگار خیلی بله ما در خانه ها در بالای کت و در بالای 7 قبت کرپچه خوب رفته زندگی کرده یک مرتبه شکر خدا نمیکنه دیدید بزرگای ما در همین شرایط ها زندگی کرده باز اولیای خدا هستن بزرگان خدا هستن همون ها بیارید دستم رسنده حاضر خدا خواهد بس کنید تک نه نرسید سرکی دیگر نرسید ساکو این طرف فرونتی مالی؟ نه نرسید که تا یه بار دیگه درست میدم اینجا یه بار دیگر درست میده بازی ما حرکت میکنم که گیرم دوشتا ولی سر میتونی مالا نه پرمی سر ببین نه من دیگه جا داشتم من دیگه جا داشتم خوش حال استید так یک زینه برید من نگشتم اتیام با پوم بالا میگیرم کلتون احتیاج میکنم اینجا همینجا استید ما اتیام گشت شما شما همینجا استید من نشم اتیام مید دستش دارید دستش بلای تو دوشت استید تو برون پو دستم چخدم چی؟ مالی مالی اون با کیم داره هست نه دست نه کامera دامنت من شهرام دراز میکنم سرتید من شهرام جو داشتید نکنون اون طرف اون تر یا بسم الله خیلی دم پویم فروم دی زرمی و اونجا آشتون دارد جای علاب کنی جای زندگی شما در کامera میبینید شما بالا استحتمال تدو برید نگی ستاپ برید اولی اصلا چی بود پاردید نه که غوری اساسی را دیدید به جمعه نرسید نگی دیدید برادر عزیز ما همه قدر بر آمدیم حالی دهنی غوری ما در ها بالا دیدید گوجه های روشنایی خودش گفته ایستاده است که دهنی غور برید سرد است من یخ کردم چه که دستون خنو خورد خنو میچه دارید سرد بودم همش من جوش مچخه بوده بسم الله یا بسم الله چی همین بوله خانه کفتر رو یا میزه کنم دست نگی یه جوش شد شما اون دفعه خیلی فنری کتیفان بود ترکش افرام این دی ترکش مایدست بود حضرت بایز ترکیز کنم فرام
شما برید معلم بالا من جای شما میستم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله المولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم القرآن كرمنا بكرامة القرآن وشاركنا بشرف القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارحم جهمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رحيم يا رحمن. اللهم تقبل صواب ما قرأنا ونور ما أطلعنا واسطة منا إلى روح سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والإيمان الله علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وممدود البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام باشید معلم، سلام باشید. اکنون معلم شاید که دیگر این پایان اکنون خیلی که آخه همون جویا گرفتم بودیم، شاید که تو رفتن دیگر نوار نمیگیریم یا گیریم هم کم بگیریم که همین میخواستم فکری شما بفهمم که همین چی تاثیرات براش داشت همین روز با ما همراه بودن و همین روز آمدن البته سخن ما نشکستن. وقتی که این یک دیار زیبا منظر که بیش آسا برای ما البته یک زیارت کردنی گذشتگان روح گذشتگان یار کردن روح گذشتگان برای ما شما البته یک خاص است، یک برای مردم تاجیک ملت تاجیک این افتخار است که در این سرزمینی که کوهپاره است کوهستان است و قبل گذشتگان ما که اینجا قدمگاه چی خواجه ویس قرینه است از گذشتگان از بابای از گذشتگان ما نقل میکنند که همین قدمگاه خواجه ویس قرینه را بسیارها از نه بلکه از خود هم ده ریوت بلکه از شهرهای بیرون از سمرقند بخارا حتی در زمستان نقل میکنند که آمده زیارت کرده رفتن. و این باعث افتخار ما و شما است که در این سرزمین همین شخصان بزرگ آمدند و رفتند. و دیگر این است که طبیعت بیش آسای تاجیکستان عزیز امروز در جهان معرفی شده ایستاده است. در تمام گوشه جهان بر این سرزمین مبارک ما و شما آمده سیاحت کرده رفتیم. ما البته از خدای بزرگ تمنا داریم که سرزمین ما و شما را از جمیع بالای آفات نگاه دارند و خاصتا میخواهیم که این سرزمین باشد که از تمام گوشه کنار دنیا آمده مثلا زیارت کرده و مثلا استراحت کرده و نام تاجیکان نام ملت ما و شما در جهان چه بردارند. تشکر جناب معلم. ما عموما میدونید باز از سوالی دیگر داشتم شما ما که اونقدر کوهنورد نبودیم شما که عادت کرده بودید زیغ نشدید با همراهی ما اومدن پشیمون نشدید اون من با ما همراهی کردن برای ما البته یک چی کمکی بسیار کردید کار است امروز یک برای خودم برای البته یک جسم خودم یک تاثیرات بی نهایت بلند برداشتم چون که جسم انسان وقتی در حرکت باشد سالم میشد بردم میماند و دیگر اینکه باد هوای تازه بینید کوهستان بینید که عجایبات تمامی مثلا کندنی های کوهی مدنی کوهی ها حالا در زیر این کوه ها خوابند. البته ما می توانیم که با واسطه معرفی کردن همین چیزها را به کار اندازیم. تشکر زیاد. عموما دوستان عزیز انا همین بود برنامه خواه دراز باشد خواه کوتاه باشد شاید در وقتی رفتن ما دیگر نوار نمیگیریم شاید میگیریم ولی انیق نیست. خیلی عموما مقصد ما همین بود که شما همین جاها رو شاید میبیاید شاید نمیبیاید بینید تا چه اندازه توانستیم یا نتوانستیم من نمیدونم به شما معلوم است. عموما همین درباره عموما یگان کار وقتی که سخن میکنید خواه کاری آسان باشد خواه کاری دشوار باشد عموما همون کار رو آسان نگیرید تماما آسان نگیرید. ما حاضر جا به نوار گرفته اومدیم با همین هم نواری ما خیلی دراز شد باور کنید یک راهی طولانی است. این طولانی گفتم با اون معنی ندارد که من پشیمون شدم من باور کنید یک روح الهامی تازه گرفتم. من اکنون خدا خواهد سر میکنم هر یک دهه‌ای که شخصان خود همون دهه ما رو دستگیری کند آخه ما رو همراهی کند ما راه رو نمیدونستیم اگر استاد نمی اومدن آخه همه خیلی انسان ها باشن که ما رو طلب کند. من در کامنتاری ها نویسید کدام دهه که دلتون جوش میزند شما میخواهید معرفی کنید. این نوارها باور میکنید نوار یک چیزی است که تاریخ زنده است 100 سالها و چندین سالی که شما همین چیز رو حفظ میکنید همین چیز میموند. یگان خیلی تغییرات نمیشود در اینجا یگان چیز رو ساخته کردن ممکن نیست یگان درخت رو ساخته نشان دادن نمیشود. به همین خاطر خلاصه خودی من همین که همین عصبه که یک برده نان یک قم آب همین دهه ریوت رو که ما خوردیم در توی‌های شما میبینیم خدمت میکنیم. من خواستم که به همین مردم کمک هم باشد همچون منتداری ان همین کار رو پیشه کردم که نشان دهم تا کدام اندازه توانستیم یا نتوانستیم من نمیدونم. در این کاری ما ناگفته نماند که دو سه استادان دیگر سهمگزار بودند خداوند از آنها راضی باشد. عبدالله عبادالله ازبکوف احدقل
محترم استاد امکوف سمریدین ما از اینها میندار خیلی شاید بودند باز جوانمردایی که با ما کمک میکردن ما که مراجعت نکردیم همه مردم خوبند عموما در پناه خدا باشید حالا از اگر وقتی فرآمدن با یگان خیلی کادرای جالب شد ما میگیریم اگر نشد من باز میگم کسی که فرق ندارد کدام گوجایی که جوانمردایی که میخوان دهه خود رو معرفی کنند درباره تاریخ درباره یگان منظره بزرگ یگان شرشره کوهسار ما از مشکلی نمیترسیم هیچ وقت نمیترسیم ما طرفدار فقط وقت میویم فرصت میویم خدا خود مصلحت میکنیم حتما میرویم و نوار میگیریم نشان میدهیم واقع در پناه خدا باشید تنسیت تو خانواده باشید ما رو دستگیری کنید که ما پیش رویم تمام پناه خدا علی سب بالاتر مونید سب دوستر مونید دوستر پیشتر شما همطور از شد گرید که جای شهرام اون طرف استنان تو اینجا بخیالم ساعت ثبت بیا اینجا جانده بای بیزن اکنون حالی اونجا نمیشه اونجا نمیشه شهرام برزه حالی اما تر من پرو بکنم خود پرو میکنه چه بکنم وقتی رفت çok güzel ifade. Forma doğru. Apollo enter. Ben buraya hasmi okuyayım. Gab, bravo dia. Üzere vuran namuşat bakıyorsun.
معلم حوز همینجا کجا گفتم تنگی تنگی در مونده در او گذاشته نتونسته در مونده ما یا گفتم ما گذاشته نه یا من اگه اینجا راستی که با کراسوفکن تر شد اكون این جای برام دیگه ما کجایی با پشتش تنگی چرا پشت اینجا پشت تنگی اگه قلعه یا پشت کنم نه اینجا کتی میبریم کجا کتی میبریم اوزی رانه ساری با همینجا ببین با این طرف دی براتم بعد چی میگفتم ساعت چند اوزی یا نگاه کرد گریفتاس نی و کسیتا ساعت 8:42 و روز ساعت 9 ها دوست داره باور کنه ساعت 9 ها حتی یون و اوجین کاردو سمنا اوجین خیرن معلم در بولون نخوردگی اون نگفتگی نه به اینجا باش میشه باز همی هیچکی باور نمیکند انا همون چراغچه ها شما پروژکتورتون کشه شهران و میلیتر یا بکشه انا همون چراغچه ها ریواد معلم اینجا کجا گفته کلی جمال خوجه بود از من نمیدونم اینجا اگه در روز دیدن نبینم مگر نمیدونم که اینجا جمال خوجه کجا ویدیو دیده تا همین چراغچه شما کلی جمال خوجه گفتم خودت باور کنید نخواهید نکنید اون کلی جمال خوجه آمدم آبی تنگی تماما کلام بود به حدی بعد کلام بود وای حتی تمام غیرت و جسوری و همین تمام بودو شده جمع کردم با نتونستم اونجا گذاشتم مجبور شدم از پشت تنگی سر بالا شده اومدن گرفتم شخوندم موندن که ما گذاریم کلی جمال خوجه اومدم اكو طرفی ویم نشه میشم راه یافتم خیر نفتم با درجه بالا میبرم طرف اسپینه کتی بالا شاخم پست خروم کتی میفرم دیگه علاج ندارم گپ همین خوب خوش این من همین از چه کنیم که اینو باور کنن که همون چراغچه و ریواد نزدیک کردم موقع نزدیک میکنه این ساخته هم میشه ده یا بر پروژکتور گیرونید ارچاو نمون شاید موجود بود نیاز میگیریم که این ارچاو نه وقتی همون شخوی و خلاص خوردیم از شخی تنگی این پویم بود شخی تنگی خلاص خوردیم من خدا من همین احوال منه گشتگیم پروژکتور دمان نداره دنیا نمیشه در خودتون دقیقا نمیخه داره معلم راست گفتم جمال خوجه گفته ای خدا خواهم بهش نام میشه اساس آفتاب برامداز میچید ساعت چند 22-27 حال ما در کلی جمال خوجه ساعت 22:10 میرم خدا خواهم نه مغیلت بالله پای میفرگش تنگی میره اوکی آب ببینه در این چه خمه گذارد بودن در این آب تماما گذاشتن نمیشه ولی ساعت چند؟ ساعت چند؟ 12:00 من خودم 2 میلیون میرم ساعت هم بشون ساعت 12 شب برادر عزیز من ریواد رسیدیم تمام خودم را یکی جایی که جمال خوجه گفتم برو اومدیم سخت از آب کشیدیم بگذار ما سخت از آب کشیده باشیم هم فکرم یک هفته خواب میکنیم خواب بدون نباشیم بگذار سخت از آب کشیده باشیم هم با مقصد رسیدیم همون چیزی که میخواستیم با همون نوعی در دیدیم که در این جنگل جمال خوجه اصلا شب بود میفرویم میبریم باور کنید نه احوالمون بد شد